داستان جالبیه در صحیح البخاری. پیامبر به سفر میرفته، این هم قاعده پیامبر صلی الله علیه و بوده. امروز ما یعنی میتونم بگم وجود نداره. وجود نداره منظور مثل پیامبر که 100% وجود نداره، یعنی بعضی از این اخلاقا وجود نداره. حتی بعضی از این اخلاقا، از جمله اخلاقی که میگم، یکی از اخلاقای رسول الله صلی الله علیه و آله بوده که وقتی به سفر میرفتن، مثلا به جهاد میرفتن یا به حج میرفتن، مثلا بین راه 1000 نفر، 2000 نفر، 5000 نفر با پیامبر بوده. قماندانا عموما کجا میرن؟ جلو یا دنبال؟ جلو هم دیگه، بادیگاردان دور و بر اینا بیشتر امکانات برای اونها، اما پیامبر دنبال میرفت. همه جلو میرفتن، پیامبر دنبال میرفته که اگر یک نفر مثلا سواری و مشکل داره همکاری میکرده، یک نفر مریض بوده اون همکاری میکرده، یکی تسلی میداده، با او درد دل میکرده. و پیامبر حضرت اعظم دنبال قافله میره، میبینه که جابر ابن عبدالله شتری داره ضعیفه، شتری بیچاره راه رفته نمیتونه. و پیامبر صلی الله علیه و با شتر رو دست داده، با شتر رو بیشتر براه افتاده و خوب حرکت کرده و باز به او گفته جابر شتر تو خیلی خوبه، این به من بفروش. گفته یا رسول الله کی میخری، اصلا ارزشی نداره. گفته خیر به همین قدر بنا بفروش. یک مقدار پولی به او گفته خوبه. گفته باز به مدینه رسیدیم، پولاتو میدم، فعلا هم شتر دست تو باشه، فعلا هم سواری کن، اما شتر ازمه. خب وقتی رفتن از سفر که پس آمدن، جابر ابن عبدالله شتر را آورده، گفته او پولا منم بدیم دیگه. پیامبر گفته پولا رو بدین، زیادتر هم به او بدین. پولا رو دادن، گفته شتر هم از خودت، شتر هم بگو. یعنی اصل هدف این بوده که به این آدم مسکین یک چیزی چیکار کنه، کمک کنه، یک همکاری بکنه، اما امور به قالب خرید و فروش. مثل ما مردم نه که اینا زکات میخوری، بیچاره او هم نه نمیخوره، برادر زکات نمیخوره، خیرات می نه این شب خیلی با اخلاق نیکو از اون چیز خریده به نام خریدن، بعدن گفته بخشش از خودت برو، نگرفته از